سلام دوستان. امروز اومدم دوباره بیرون براتون درباره گل آیرس یا همون زنبق خودمون صحبت کنم. اگه یادتون باشه خیلی از حیاطهای ما یا خانواده هامون، همسایه هامون زنبق داشتن و ما چقدر دوست داشتیم. من خودم خاطرات زیادی دارم از خونه مادرم که میرفتم زنبق رو جدا میکردم و این طرف اون طرف خونه میکاشتم. زنبق گلی هستش که در اروپا و آسیا نیتیو هست، یعنی بومی اونجا هست. روزی 6 تا 8 ساعت آفتاب میخواد، بنابراین اگه باغچه‌تون سایه زیاد داره این گل رو نکارین، چون فقط برگ میده و شبیه یه چیزی علفی دیده میشه. در گلدون هم میتونین بکارین اگه خاک ندارین، باغچه ندارین، و در هر خاکی میتونین اینو بکارین. خاک سنگی، یعنی هر خاکی رو میتونه قبول بکنه. من اینجا میخواستم به شما نشون بدم که تو فصل پاییز این زنبقا شروع میکنن به جوونه زدن، یعنی برگای جدید در میارن و شما بایستی بیان بیرون و اینا رو به این ترتیب قیچی کنید سرشون. و اگه مال من باختم ملچ داره، من اندازه کافی ملچ زیرشون بریزید. من اینا رو پارسال از اون یکی باغچم کندم، یعنی ریشه ها رو برداشتم و آوردم اینجا کاشتم. ریشه زنبق به صورت خطی نمیره، بلکه به صورت حلقوی بزرگ میشه، در حالی که لیلی گلی هست که با رایزوم میره جلو مثل زنبق، ولی به صورت خطی میره جلو. شما هر 4-5 سال یه دفعه بایستی زنبقاتون رو جدا بکنین و جاهای دیگه بکارین. من یه باغچه دیگه دارم که تو زنبق و اینا خیلی زیاد شدن. من پارسالی مقدارشون رو کندم ولی هنوز کافی نیست، یعنی کندم که ریشه رو در آوردم و جاهای دیگه کاشتم. اینجا که میبینید من با سراشون رو بریدم و میبینین که جوانه های تازه رو میتونین ببینین. زنبق یه گلی هستش که ماه آبان و آذر شروع میکنه به جوانه زدن، فعال میشه و این فعالیتش میره تا ماه اردیبهشت یا ماه می که گل میده. و بعد از گل دادن وقتی که هوا گرم بشه، بر اساس گرمی هوا به خواب میره. خوابش هم اینطور نیست که خشک بشه، ولی دیگه گل نمیده. و حتما مطمئن باشین که آفتاب خوب میگیره. جای مناسبش باغچه هست که 6 تا 8 ساعت آفتاب ببینه. من باز اینم همینطور از اون یکی باغچه آوردم و در این باغچه هم بازم اینا رو پخش کردم، به خاطر اینکه وقتی ما خونه رو خریدیم خونه خالی بوده و هیچی نداشته. من اینا رو فعلا آوردم ببینم چطور میتونم این باغچه رو یک کمی سبزترش کنم تا چیزای دیگه آروم آروم بخرم و توی باغچه بکارم. این گیاه خیلی گفتم مواظبت زیادی نمیخواد، فقط همینقدر اگه شما زنبق دارین تمیزش کنین و جدا کنین، جای دیگه بکارین، توی گلدون بکارین. اگه هیچی زنبق ندارین خب خریداری کنین، یه گلدونشو بخرین و توی حیاتتون بکارین. سالهای بعد از رایزومش استفاده کنین. انقدر قوی هستن که وقتی جا به جا میکنین خشک نشن. من ترجیحاً آخر تابستون، بین تا آخر تابستون تا اوایل نوامبر، که قبل از اینکه هوا خیلی سرد بشه و یخزدگی ایجاد بشه، من اینا رو جدا کردم و کاشتم. هیچ نگرانی نداشت. الانش هم
سبز هستن و خوش نشدن. میتونین اولای پاییزم اولای بهارم بکارین. تقریبا بعد از عید میتونین بکارین، یه کمی هوا گرمتر شده باشه و خیلی خوب جواب میده. من امیدوارم که بتونین یه وقتی پیدا کنین که به باغچه سری بزنین. اگه زنبق دارین رسیدگی بکنین.